سلام دوستان، امروز با یه ویدئوی هیجان انگیز و خاص در خدمتتون هستیم. تو این ویدئو یه سفری به دل معابد و مکانهای مقدس جهان داریم. مکانهایی پر از رمز و راز که نه تنها برای پیروان خودشون بلکه برای هر کسی که به تاریخ، هنر و فرهنگ علاقه‌منده شگفت انگیزن. پس همراه ما باشید تا با هم این ماجراجویی شگفت انگیز رو شروع کنیم. معبد آنکور وات، کامبوج. آغاز سفرمون از یکی از بزرگترین و معروفترین معابد جهان یعنی معبد آنکور وات در کامبوج. این معبد که در سده 12 میلادی ساخته شده به عنوان یکی از عجایب هفتگانی جدید جهان شناخته میشه. آنکور وات به عنوان بزرگترین بنای مذهبی جهان با معماری بی‌نظیر و جزئیات هنری خیره کنندش هر سال میلیون‌ها گردشگر رو به خودش جذب میکنه. این معبد در اصل برای هندوها ساخته شد اما بعدها به معبدی بودایی تبدیل شد. برج‌های مخروطی این معبد که نمادی از کوه مرو، مقر خدایان هندوه، به طرز شگفت‌انگیزی بلند و با شکوهند. معبد وات رونگ خون، تایلند. از کامبوج به تایلند میریم، جایی که معبد وات رونگ خون یا همون معبد سفید قرار داره. این معبد که در استان چیانگ رای واقع شده به دلیل ظاهر سفید و درخشانش به عنوان یکی از زیباترین و جادویی ترین معابد جهان شناخته میشه. این معبد توسط هنرمند برجسته تایلندی چالرمچای کسید پیپات در سال 1997 طراحی و ساخته شد. وات رونگ خون با جزئیات هنری خیره کننده و تزئینات سفید و آینه‌کاری‌های بی‌نظیر نمایانگر جاده‌ایه که به روشنگری منتهی میشه. هر گوشه از این معبد داستان خاصی رو بازگو میکنه و پر از نمادهای مذهبی و فلسفیه. معبد میجی، ژاپن. حالا به ژاپن سفر میکنیم، جایی که معبد میجی در قلب توکیو قرار داره. این معبد که به امپراتور میجی و همسرش امپراتریس شوکن اختصاص یافته یکی از معروفترین مکانهای مقدس شینتو در ژاپنه. معبد میجی در میان یک جنگل سرسبز و زیبا قرار داره و بازدیدکنندگان میتونن در آرامش طبیعت به زیارت بپردازن. معبد میجی نه تنها برای زیارت بلکه برای مراسمات سنتی ژاپنی مثل مراسم عروسی شینتو و جشن‌های سال نو هم بسیار محبوبه. مسجد جامع قرطبه، اسپانیا. از آسیا به اروپا سفر میکنیم و به اسپانیا میرسیم، جایی که مسجد جامع قرطبه با تاریخچه غنی و معماری بی‌نظیرش قرار داره. این مسجد که در قرن 8 میلادی توسط مسلمانان ساخته شد به عنوان یکی از شاهکارهای هنر اسلامی شناخته میشه. اما جالب اینجاست که بعد از فتح قرطبه توسط مسیحیان این مسجد به یک کلیسای جامع تبدیل شد و به همین دلیل امروزه تلفیقی از هنر اسلامی و مسیحی تو اون به چشم میخوره. ستونهای بلند و قوس‌های منحنی این مسجد نمایانگر زیبایی و شکوه معماری اندلسه. دوستان اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایکش کنین تا به همون انرژی بدین و اگه هنوز سابسکرایب نکردین همین حالا انجام بدین تا با هم به ادامه این سفر شگفت‌انگیز بپردازیم. تاج محل، هند. به هند می رویم، جایی که تاج محل با شکوه و جلال خود ما را به تحسین وامی دارد. این بنا که توسط شاه جهان به یاد همسر محبوبش ممتاز محل ساخته شد یکی از معروفترین و زیباترین بناهای جهانه. تاج محل با مرمرای سفید، معماری پیچیده و باغ‌های زیبا نمادی از عشق ابدی و یکی از عجایب هفتگانی جدید جهانه. بازدید از تاج محل در هنگام طلوع یا غروب خورشید تجربه‌ای فراموش نشدنی است. معبد پارتنون، یونان. سفرمون رو با بازدید از یکی از معروفترین معابد یونان باستان، معبد پارتنون در آکروپولیس آتن ادامه میدیم. این معبد که به الهه آتن، الهه دانایی و جنگ اختصاص یافته، نمادی از شکوه و عظمت تمدن یونان باستانه. معماری کلاسیک و مجسمه‌های زیبا و دقیق پارتنون نمایانگر هنر و فرهنگ یونان باستانن. بازدید از آکروپولیس و تماشای معبد پارتنون در نور خورشید تجربه‌ای بی‌نظیر از تاریخ و هنر باستانی خواهد بود. کلیسای سنت باسیل، روسیه.
به روسیه سفر می‌کنیم و به میدان سرخ مسکو، جایی که کلیسای سنت باسیل با گنبدهای رنگارنگ و طراحی شگفت‌انگیزش قرار داره. این کلیسا در سده 16 میلادی به دستور ایوان مخوف ساخته شد و به یکی از نمادهای مسکو و روسیه تبدیل شده. گنبدهای پیازی شکل و رنگارنگ این کلیسا نمایانگر هنر معماری روسی و زیبایی خیره کنندن. سنت باسیل به دلیل ظاهر فریبنده و خاصش یکی از جذابترین مکانهای گردشگری جهانه. معابد ماچو پیچو، پرو. به آمریکای جنوبی و کشور پرو میریم، جایی که معابد ماچو پیچو در ارتفاعات کوههای آند قرار دارن. این شهر باستانی اینکاها یکی از عجایب هفتگانه جدید جهانه و به دلیل معماری پیچیده و موقعیت جغرافیایی خاصش بسیار مشهوره. ماچو پیچو به عنوان یکی از مکانهای مقدس اینکاها، مکانی پر از راز و رمز و تاریخه. بازدید از معابد ماچو پیچو و تماشای طلوع آفتاب از بین کوهها تجربه‌ای بی‌نظیر و به یاد موندنیه. پاجودای شونپوا، چین. به چین سفر می‌کنیم و به شهر پکن میریم، جایی که پاجودای شونپوا با ارتفاع بلند و طراحی خاصش قرار داره. این معبد بودایی که به عنوان یکی از بلندترین پاجودایی‌های جهان شناخته میشه، نمادی از ایمان و روحانیت در فرهنگ چینه. معبد شونپوا با معماری پیچیده و تزئینات زیبا نمایانگر هنر و فرهنگ چین باستانه. کلیسای دومو، ایتالیا. سفرمون رو توی اروپا و در کشور ایتالیا به پایان میرسونیم، جایی که کلیسای دومو در میلان با معماری گوتیک و شکوه بی‌نظیرش قرار داره. این کلیسا که یکی از بزرگترین کلیساهای جهانه، با برج‌های بلند و تزئینات هنری خارق‌العاده‌اش هر سال میلیون‌ها گردشگر رو به خودش جذب میکنه. بازدید از برج‌های کلیسا و تماشای شهر میلان از فراز دومو تجربه‌ای هیجان‌انگیز و فراموش نشدنیه. این سفر شگفت‌انگیز به معابد و مکانهای مقدس جهان ما رو با تاریخ، هنر و فرهنگ‌های مختلف آشنا کرد. اگه هنوز عضو کانال نشدین، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و لایک کنید. زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. امیدوارم که از این سفر مجازی لذت برده باشید و الهام گرفته باشید تا خودتون هم به کشف و دیدن این مکانهای شگفت‌انگیز بپردازین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و خدا حافظ.